اون چیزی که من میخونم شما نوع خوبش رو بعد این بهترین فرم. بیا 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 تا گل برافشانیم بیا تا گل برافشانیم می در ساغر اندازیم یا فلک را سخت اشکافیم. این موقع این کاری که از بالا داری میکنی توی پایی اما توی دو میکنی فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو طرحی نو در اندازیم. حالا خودتون می‌بینید بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم یا برافشانیم و می در ساغر اندازیم یا وسط هر کلمه هست وسط مصرع یک کلمه تاریش میکنیم آدمش هم هست وقت ممکنه یادش هست یاد بگیرم خواهده میخوام که یک کلمه شما تشیش شدید نه همچه ایراد میگم بیشتر شما چیزی از آب در آوردی شده خودشون بیاد حس کنن دیگه این گوشی من مثل شنونده گوش بده کنه آواز کن چی خون خارج نکن مرتب خون جمراش کن اشاره خون کن تعریف کن جا جدید کن این هست دیگه اصلا بامتر که صدا کن از خیلی راحت بکنی خارج نکن خیلی مهمه اگه خارج کنی هر چند که خوب بکنیم فایده نداره باز راحت شنگ برسه نه خوبه این تا گل برافشانیم بیا درافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
ترهینو یه ترکیب نباید کرده نباید چون ترهینو خود حرف ها پیشه ترهینو این که اقسام میلی داخل شد این یعنی ترکیب داره این ترهینو در اندازی نیست ترهینو در اندازی ترهینو در اندازی بعد این تغییر رو بزنم چطوره؟ ترهینو در اندازی خارج نشه چون بس بره بالا پای بازی پایتر بگیری بره بالا بیا پای بازی اینو پایترش بگی تو فرو بیاد بس موضوعش این نوته ها رو اینا خارج نگیری ها هول نشی وسط گم نکنی ها دارم گم میکنم دیگه باز تمرین بکنم دو تاش بسه بس یک خوشحال خب خط اول باز شما دست بگم بیا جور دیگه بخونم آره اگه میتونید بیا نه که الان تو مغزم هست آره درآمد نمیشه بکنم نه که فکر کردم که درآمد کردم باز یک چیزی به مغزم میاد که این چیزی الان میخونم یک چیزی قبلش لازم داره درآمد نیست خیلی درآمد فرق میکنه شروع که بکنیم نشون میده که این از خط اول داره میخونیم اما الان که ما یعنی خوندیم بعد دوباره خواستیم درآمد بکنیم چون تو مغزمون یه مقدار از درآمد هست همیشه از اون نقطه درآمد از قسمت اول درآمد نمیگیریم از یه جایی میگیریم که اگه خواستیم اون رو بخونیم همیشه یه چیزی قبلش لازم داره خب این تو ضبطان خیلی اتفاق افتاده بیا تا گل برافشانیم بیا تا گل برافشانیم می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهین در اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهین در اندازیم اگر هم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
این من ساقه اینو باز باید حالت تماسی تر. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بندازیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم یار فلک را سقف این بشکافیم وقتی آدم بلند بگه بهتره فلک را سقف بشکافیم و نه زیاد فشار نیام فلک را سقف بشکافیم و فلک را سقف بشکافیم و ترهیم در اندازیم اینجا بعد این تحریرها زیاد نمیشه اون تحریره رو بزنم یا این تحریره کنم بده یا این که خودت میکنی بده یک کلمه از اینا بده چون هر کلمه از اینا خودش خیلی طولانی میشه اگه زیاد چیز دیگه خسته کننده میشه بله یه تحریر قشنگ جمله‌بندی قشنگ انتخاب کن بپرورانش کتاب ببین اگر دنباله شعر قبل یک تحریر یه جمله بندی زیادی بدی درآمد شعر بعدی رو کوچکترش درست این یه حد ریاضی بیشتر از این میاد بعد هر چی داری بعد از شعر باز بکاره یه درآمد همونقدر که بگی داری داد میکنی بخونی اگر غم لشکر انگیزد اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بندازیم
این دیگه میتونی بخونی. تو نیم خط اول که دو قسمته این دوتا رو باید به صورت از نظر دستوری فرم میخوند که شنونده منتظر این بیت دوم که اینو کامل میکنه باشه. یعنی اگر غم لشکرنگی اگر غم لشکرنگیزد که خون عاشقان ریزد. اینجوری میخوای بگیم من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اینجا به طلبیت پشتش در دست رودی خود چو در دست رودی خود در دست رودی خود بزن مطرب سرودی خود بزن مطرب سرودی خود بزن مطرب سرودی خود رام که دست افشان غزل خوانیم و که دست افشان غزل خوانیم و که دست افشان غزل خوانیم و پاک و با سراندازیم یا شیرش بکشون هر چی بکشی قشنگه. این تحریم با این فرود خیلی مورد نظر عبدالله خان دارم. بهشت اگر خواهی بهشت اگر خواهی بیا با ما به میخانه بیا با ما به میخانه که از پای خمت یک بیا با ما به میخانه که از پای خمت یک سر به حوضه کوثر اندازیم. خیلی خوبه ها اینا قشنگه خیلی آذربایجانی قشنگه که راست میارد توی ما بود که از پای خمت یک سر به حوضه کوثر اندازیم. ردم رام به حوضه کوثر اندازیم. یه حتما این حساب رو با این چیز رو حتما بخون. حالا خواستی دوباره این شعر دیگه بخونی بخون، اما دنبال حسار این شعر رو بخون که قشنگ دراسته بره. شعر رو خواهم
یکی از سبا خاک وجود ما بدان عالی جاوند بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر دادی عزیز من یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد بیا بیا کین داوری ها به پیش داور اندازیم عزیز من جان بیا این داوری ها رو به پیش داور اندازیم یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد بیا کین داوری ها به پیش داور اندازیم بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم تو فرودا ببین سعی کن که فرود بچسبونی به اون تیکه ملودی، یعنی تو یه نفس چیز کنیم، مدولاسیون بکنیم. اون اول رو نمیخواد بکنیم. میتونی همین رو از نظر چیز
یکی از عقل میلافد چه که به عقل خواهم یکی تامات میبافد بیا کین داوری ها را بیا کین داوری ها را بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم به پیش داور اندازیم نشه رو اندازیم تکیه نکن پیش داور به پیش داور اندازیم به پیش داور اندازیم به پیش داور اندازیم بعد بیا این داوری ها به پیش داور اندازیم یا آره فقط پختگی کار مهمه ها یعنی قشنگ بتونی اینا رو ملایم راحت بیایی فرود بیایی خاک وجود ما بدان عالی جناب بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر دازی بتونی کار کنی تا حال روز حالش باشه. یعنی اینقدر تو دائم با این چیزا زندگی کرده باشی اون موقع ناخودآگاه خودش میاد برام. یعنی فکر نباش بکنی چی میخوای بکنی ها. میفهمی؟ اینقدر بس قبلا تو کار کرده باشی که اون موقع وقتی یه جایی رو صحنه هستی یه برنامه میخواد جدی که دیگه تکرار نمیشه بکنی میخوای اجرا کنی اون موقع دیگه فکر نکنی بیاد دنبال هم. اگه موقع سینه‌ت نیومد نمیتونی بخونی باز اینقدر پختگی داشته باشی با همون سینه خراب بتونی جملات درست کنی از یه جایی بریم در این جایی بریم بسا کار رو ادامه بدی که سینه‌ت یاری بکنه حالا از همینجور راه رو بگیریم با این راه با این